شنبه سبز بازار و تغییر در بانک مرکزی. سلام. هر چقدر آقای همتی توی بازار ارز شانس نداشته، اما برای بازار سهام حسابی چاره‌ساز بوده و بازار سهام در حالی که کم کم سمت اصلاح حرکت میکرد، مجدد کمک ایشون و بعد از گفتگویی که با صدا و سیما با محتوای تداوم حمایت از بورس پخش شد، شرایط بازار کمی بهبود پیدا کرد. البته که گزارشات فصلی هم نسبتاً متعادل و متناسب بودن و برخی نمادها با گزارشات خوب کف خودشونو بستن. توی هفته آتی سررسید گواهی سپرده 30% و باید در ادامه دید تغییری در نرخ بهره رخ میده یا نه. اما امروز هم خبر جدیدی از بانک مرکزی به گوشمون رسید و اون خبر تغییر معاون ارزی بانک مرکزی بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، آقای علیرضا گچپزاده جایگزین آقای آرام شد. باید دید سیاست‌های ارزی بانک مرکزی چه تغییری رو در پیش رو داره. امیدواریم هر چی که هست به نفع ما و شما و کشور باشه. خانم ها آقایان، روز و روزگار به کام، شب خوش.